شب سال نو و 1 ینور سال 2024 در جمهوری همگی یک جنایت ثبت شده است. وزارت این را نتیجه فعالیت پرثمر مقامات می شمارد. در نتیجه فعالیت پرثمر کارمندان مقامات کارهای داخلی و بردن کارهای فهماندهی در بین شهروندان، سطح جنایتکاری کاهش یافته. در شب سال نو میلادی در مقیاس جمهوری همگی یک جنایت به قید گرفته شد. گفته می شود در اطلاع نشر شده در سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی برای کارمندان مقامات کارهای داخلی مبارزه با ضد جنایتکاری، تأمین ترتیبات جمعیتی، حفظ دستاوردهای زمان استقلال و آسایشتگی مردم یکی از وظیفه‌های مهمترین به حساب می رود. تمام کارمندان مقامات حفظ حقوق در همبستگی و همکاری کوشش به خرج دادند که چاره‌بینی‌های سال نو در فضای عیدانه، تنجی و امانی و آسایشتگی و آرامی برگزار گردند و امن و ثبات کشور تامین کرده شود. تاکید شده است. همچنین در اطلاعیه وزارت ساکنان میگویند هرچند شب سال نو استفاده فراوان از مواد پرتکنیکی خلپوش که آرامی مردم را زیاد خللدار میکرد، ولی به صورت عموم عید با آرامی گذشت. هر سال در تاجیکستان به حساب میانه از 22,000 تا 24,000 جنایت ثبت می شود، یعنی به حساب میانه تا 70 جنایت در یک شبانه روز.